اگه دنیا بدون دیزاین کار میکرد هنوزم دیزاین لازم بود؟ جواب اینه که بله، چون دیزاین فقط یه آرایش زیبا نیست. دیزاین علم انتخابه. هر شکل و هر رابط یک پیش‌فرض ارزشی میذاره. پیش‌فرضایی مثل این که آیا ایمنی میخواد، آیا سود میخواد، آیا دسترسی نیاز داره. ولی سوال درست‌تر اینه که چه زمانی نیازه که دیزاین بکنیم. به طور خلاصه بخوام بگم، زمانی دیزاین نیازه که کارایی، ایمنی، عدالت و معنا در خطر باشه. ولی یه سری جاها هستن که نباید دیزاین بکنیم، مثل زمانهایی که احتمال داره ناخودآگاه مخاطبمون رو دستکاری کنیم، یا یک سری نیازهای ساختگی به وجود بیاریم، یا به طبیعت آسیب برسونیم، امثال اینجور جاها. در مقابل این سوال که آیا به دیزاین نیازمندیم، باید بگم که بله نیازمند، اما نه هر دیزاین. ما به دیزاین هایی نیاز داریم که آگاهانه، قابل بازبینی و مسئولیت پذیرانه باشه. و مسئولیت دیزاین کاملا مشخصه. باید شفاف باشه، تأثیر رو بسنجه، قابل بازبینی باشه و همیشه انسان رو در مرکز دیدش قرار بده.